رفیق دبیرستانی، از اون روزای بی دغدغمون چه خبر؟ یادت زنگ تفریح تو حیاط میدویدیم، بازی میکردیم، دنبال ساندویچ هم دیگه میدویدیم. یادت میاد؟ یا اینکه خاطرهامون همه لای دغدغه‌های زندگیمون گم شدن. میگم کاش میشد با خودم حرف بزنم ببینم چشه، ولی نه اون با من حرف میزنه نه من حوصله حرفاشو دارم. یه دردایی هست که همش مال خودته، نمیشه جایی نوشته، نمیشه به کسی گفت، نمیشه از کسی کمک گرفت. اینا همش میشه فکر و خیالای شبای زندگی. هرچند میشه موی سفید و ریش سفید.